تحولات اخیر در افغانستان که به بحران سیاسی و بشری و اداره دولتی ربط میگیرد، تهدید جدی به امنیت و ثبات منطقه می باشد. وضع بحرانی افغانستان که با تاجیکستان قریب 1400 کیلومتر سرحد مشترک دارد، حکومت و مردم کشور ما را به تفاوت گذاشته نمیتواند. با سر قدرت آمدن حرکت طالبان که در فهرست گروه های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، روند به این هم مرکب گیاسیاسی منطقه را باز هم پیچیده کرده است. از سوی حرکت طالبان، اجرا نگردیدن وعده‌های قبلیشان آید به تشکیل حکومت فراگیر ҳамашумул با اشتراک وسیع نیروهای سیاسی و قومی افغانستان باعث نگرانی جدی گردیده است. تاجیکستان همه گونه بیقانونی، ظاهرات کشتار و غارتگری و ظلم و تعقیب را علیه مردم افغانستان قطعاً محکوم می نماید. متاسفانه سازمان‌های حامی حقوق بشر نسبت به پایمال گردیدن حقوق دیگر قوم و ملت‌های ساکن افغانستان و آزادی‌های شهروندان آن کشور بخصوص زنان و کودکان خاموشی را اختیار کردند و در این مورد سخنی هم بیان نمی‌کنند. چنانکه در حادثه‌های ولایت پنجشیر افغانستان ما شاهد نقص فاجعه بار حقوق بین المللی انسانی گردیده ایستاده ایم. با مردم پنجشیر دسترسی به آذوقه‌واری، دیگر مواد مورد نیاز اولین درجه، اینچنین کمک‌های بشردوستانه بسته شده. حتی نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ تا حال نمی‌توانند جهت اجرای عهده‌داری‌های بشردوستانه خود به منطقه پنجشیر وارد شوند. وضعیت با وجود آمده فاجعه گومانیتری به حساب می رود. شدت روزافزون مبارزه‌های قومی و گروه‌های اتنیکی در افغانستان عامل دیگری بیشتر ناامن گردیدن وضع سیاسی و امنیتی در کشور همسایه ما می باشد. با در نظر داشت این حالت، راه اندازی مکالمه فراگیر با اشتراک نمایندگان همه قشرهای جامعه افغانستان از شرطهای اساسی برقراری صلح و ثبات پایدار در آن کشور دانسته می شود. در این راستا برابر دیگر قوم‌های این کشور، تاجیکان افغانستان نیز که بیش از 46% اهالی این کشور را تشکیل می دهند، حق دارند در امور دولتداری جایگاه شایسته داشته باشند. جناب رئیس، ما به کارهای داخلی افغانستان دخالت نمی کنیم، ولی بر این باوریم که برای حل مناسب مشکلات سیاسی و امنیتی کشور همسایه باید حکومت فراگیر توسط انتخابات و اراده مردم این کشور با اشتراک نمایندگان همه گروه‌های سیاسی و اقلیت‌های ملی و قومی تشکیل کرده شود. همین ترتیب ضرور می‌دانیم که ساخت دولتداری در آن کشور از راه رای‌پرسی و با در نظر داشت موقع تمام شهروندان کشور معین کرده شود. تأسیس همه گونه حکومت بدون به اعتبار گرفتن منفعت‌های کل مردم افغانستان می‌تواند باعث عاقبت‌های فلاکتبار در این کشور گردد. طی جنگ تحمیلی و ناآرامی بیش از 40 ساله که
مردم افغانستان برای سر زدن اینها گناهی ندارند، افغانستان به میدان بازی‌های گیاسیاسی مبدل گردید و از عاقبت‌های آن تمام جهان از طریق حادثه‌های مدهش سپتامبر سال 2001 خوب آگاه است. افغانستان جبردیده و ملتی به ما دوست و برادر آن نباید دیگر باره به ورطه جنگ‌های خونین تحمیلی کشیده شود. از این لحاظ جامعه جهانی باید به تقدیر قوم و ملت‌های مسکون افغانستان و همسایه‌های آن بی تفاوت نباشد، زیرا آنها را راه دراز پر از مشکلات حربی و بشری که در نتیجه قرار بی‌ملاحظه برآوردن نیروهای خارجی از این دولت پیدا شده است انتظار است. ما همچون همسایه نزدیک همیشه جانبدار حل و فصل فراگیر قضیه افغانستان و احیای صلح و ثبات پایدار در این کشور می باشیم و من بعد نیز در این موقع خویش استوار خواهید بود. در این رابطه ما از جامعه بین المللی دعوت می نماییم که برای هرچه زودتر و با استفاده از راه‌های مصالحت آمیز به اعتدال آوردن وضع دشوار سیاسی و امنیتی و تأمین صلح و ثبات در افغانستان چاره‌های فوری و مؤثر اندیشد. تاجیکستان بارها از سازمان‌های بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ دعوت کرده بود که به مردم افغانستان کمک فوری خود را رسانند. ما بر این نظریم که در پیشبرد این روند سازمان ملل متحد باید نقش کلیدی داشته باشد. همکاران گرامی، مردم آسایشته افغانستان امروز با دهشت روبرو شده است. ما باید درک کنیم که این حالت با گناه مردم افغانستان سر نزده بلکه از بیرون تشکیل و به مردم افغانستان تحمیل شده است. در این حالت سخن درباره قتل عام مردم آسایشته، سابق کارمندان نیروهای امنیت ملی و خدمتچیان دولتی افغانستان می رود. گروه‌های گوناگون تروریستی با استفاده از وضع نااستوار نظامی و سیاسی در افغانستان موقع خود را فعالانه مستحکم کرده ایستاده‌اند. ما شاهدی از محبس‌ها آزاد شدن هزاران اعضای داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی گردیدیم. یعنی جای نگرانی و تأسف است که امروز افغانستان در راه دیگرباره به لانه تروریسم بین المللی تبدیل یافتن قرار دارد.